آقای علی محمدی‌ها پهلوانی که در میدانهای کشتی حریفان زیادی زمین زد، امروز مهمان مردم اسرائیل است. ایشان الان فرمودن که قدر این پهلوان‌ها و این کشتیگیرایی که میان این کشتی هیئت کشتی و تربیت بدنی و تماشاچی رو بدنن و اینطور بگفتن که برادران اکبری واقعا برای کشتی اسرائیل زحمت کشیدن. اینا هر جا که مسابقات بین‌المللی اتحادیه المپیک و مسابقات برون مرزی بریم، اینا اونجا میگن ما از اسرائیلیم. یک کف مرتب به افتخار برادران اکبری و آقای علی محمدی‌ها قهرمان تیم ملی که در میدان حضور دارند. بلند شد آقای محمدی‌ها، تشریف بفرمایید. در روز 27 داره